در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. فرق بین دین اسلام و دیگه ادیان، خصوصا دین مسیحیت، دین اسلام دینیه که اگر 100 سال خداوند برای یک کافر و یک مسلمان عمر بده، هر دو تا کنار هم باشن، به زور و به جبر و به اکراه، به زور شمشیر، هیچ وقت مسلمان حق نداره که کافر رو چکار کنه؟ مسلمان کنه. حق نداره که مسلمان کنه. بنابراین دین اسلام تا به حال اگر در دنیا، کل دنیا رو بگردیم، تا به حال چنین نشده که یک کافر گفته باشن که بیا ما به تو 100 لک 5 لک 10 لک 10 افغانی 100 افغانی ما به تو میدون بیا مسلمان شو. هیچ تا به حال این کار نشده. هر کس که مسلمان شده از روی تحقیق عاشقانه آمده مسلمان شده. چون به خاطری که دین اسلام دین جبر نیه. دین اسلام دینیه که اول باید به قلب نفوذ بکنه. حالا ما و شما در همین نماز جمعه و در همین جلسه درس که حضور داریم، مطمئنم که در بین ما اگر کسی به سر وضو خود شک کنه که من وضو دارم یا ندارم، فوراً برمیخزه میره وضو میسازه. این تا حتی چنین نمیکنه دیگه خیره شاید وضو داشته باشم، خیره یک نمازی را بی وضو میخونم. هیچ امکان نداره که این گپ باشه، هیچ امکان نداره. چرا؟ به خاطر از اینکه این در قلب نفوذ کرده. دین اسلام سرمنشأ از قلبه، از باطنه. ایمان اول در قلوب میایه، بعد از قلب که مرکز سرچشمه میگیره، بالاخره میایه به اعضا و جواری و به اینها. پس فرق بین دین اسلام و ادیان دیگر خصوصا مسیحیت اینه، کسی اگر بره مسیحی شه، اول برای از اون میگن تو حق نداری تحقیق کنی، خاطر که اگه تحقیق کنه میفهمه دیگه که این تحریف شده، این منسوخ شده، این فعلا باطله. اول بیا به مسیحیت داخل شو، بعد از اینکه داخل شدی چکار کن؟ حالا اگر دل تو ماست تحقیق کن، اگر نه مستکم نکن. دین اسلام با چیه؟ میگه اول تحقیق کن باز بیا. به اصطلاح ما و شما، یک برادر یک موتر هندونه که تا میکنه این 3-4 جا میکنه، یک جایی میگه شرط کارت من 10 روپیه 20 روپیه هم فرق میکنه قیمتیو، اما یک طرف دیگه میخوای ببر نمیخوای نمیفهم اینا هندونه درسته یا نیه. دین اسلام به اصطلاح همین مثال به شرط کار ده. برو تحقیق کن، مطالعه کن، جستجو کن، بپرس، تمام قرآن را مطالعه کن، احادیث را مطالعه کن، سیره صحابه و بزرگان و سلف صالحین را مطالعه کن، بعد بیا به دین اسلام. کورکورانه داخل نشو. این دین کورکورانه نیه. این دین نیه که بالاخره تو بیای داخل بشی کسی بری تو چیزی بده. نه، به دین که داخل شدی با تحقیق خوشبخت دنیا و آخرت میشی. بهشت مالتونه، لقای پروردگار در بهشت نصیب تو میشه، نعمتهای بهشت آنچه که اشتها داشته باشی همه در انتظارتونه. بهشت هر روز خور آرایش میکنه برای تو مسلمان. این جایزی تونه دیگه. در دنیا دیگه جایزی نیه که در دنیا برای تو بالاخره موتری بدن، پارتمانی بدن و فلان و فلان و فلان.
پس این فرق دین اسلام و دیگه ادیان خصوصا مسیحیت که قرآن دلایل عقلی، دلایل نقلی از کتب گذشته، از انبیای گذشته و همچنین دلایل وحی که خود قرآن امر و نهی داره. پس دانستیم که دلایلی که قرآن عظیم الشأن پیش میکنه. ارتباط به نزول قرآن عظیم الشأن، این قرآنی که پیش ما گذاشته تلاوت میکنیم این چگونه نازل شد و نزول قرآن چند مرحله داره، این باید ما بفهمیم، ما باید بدانیم. چون ما وقتی که میگیم اهل قرآنیم، وقتی که ما میگیم پیرو قرآنیم، باید به این مسائل خوب آشنا باشیم. علما ارتباط به نزول قرآن عظیم الشأن 3 مرحله رو بیان کردن. ارتباط به نزول قرآن عظیم الشأن 3 مرحله رو بیان کردن. اولین مرحله در لوح محفوظ. این خوب متوجه باشه. اولین مرحله در لوح محفوظ، وقتی لوح محفوظ الله سبحانه و تعالی خلق میکنه، قرآن این کلام در کجا؟ اولین مرحله در لوح محفوظ میایه گذاشته میشه. مرحله دوم از لوح محفوظ میایه به آسمان دنیا. یک مرتبه در لوح محفوظ، مرحله دوم از لوح محفوظ میایه در آسمان دنیا، در جایی که یا به نام بیت المعمور یا بیت العزه، او باز جایگاهیه که در مقابل کعبه معظمه و مشرفه قرار داره، مثل که انسانها اطراف کعبه طواف میکنن. در بیت العزه یا بیت المعمور او خانه‌ای که فرشتگان طواف میکنن، هر روز فرشته ها اونجی باز طواف دارن، مصروف عبادت الله سبحانه و تعالی. قرآن عظیم الشأن از لوح محفوظ مرحله دوم آمد در آسمان دنیا. مرحله سوم از آسمان دنیا به مدت 23 سال بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، به مدت 23 سال. وقتی به مدت 23 سال آمد، آیه سوره نازل شد. اولین آیه‌ای که نازل شد، اولین آیه‌ای که به پیامبر اسلام نازل شد، 5 آیت اول سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این 5 آیه در اولین مرحله در غار حرا نازل شد. آخرین آیه‌ای که به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نازل شد، آیه مبارکه واتقوا یوما ترجعون الی الله ثم توفى كل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. این آیه اولین آیه اقرا، آخرین آیه واتقوا یوما که در سوره بقره جزء 3 هست. ترتیب نزول قرآن عظیم الشأن، قرآن وقتی که نازل شد آیه سوره، باید ایر بدانیم که ما 2 ترتیب داریم، ترتیب نزولی داریم و ترتیب مصحفی قرآنه. ترتیب نزولی و ترتیب مصحفی صحیفه که هست. ترتیب نزولی در اول هر سوره انشاءالله بیان میشه. مثلا سوره فاتحه که شروع کنیم میگیم که از لحاظ نزول این چندمین سوره، اولین سوره کوئی نیه، چندمین سوره فاتحه از لحاظ ترتیب نزولی. ترتیب مصحفی خیلی ساده، در ابتدای همه سوره ها نوشته که ترتیب مصحفی اولین سوره قرآن چیه؟ سوره فاتحه. دوم چیه؟ سوره بقره. سوم چیه؟ سوره آل عمران. چهارم چیه؟ سوره نساء. به همین ترتیب خلاصه پیش میریم. 114 سوره به ترتیب خو این ترتیب مصحفی میگن، چون ترتیب از روی مصحف و قرآن عظیم الشأن که هست. اما ترتیب نزولی باز به اول هر سوره بیان میکنیم. مثلا سوره بقره
از لحاظ ترتیب نزولی چندمین سوره. این در ابتدای هر سوره انشاءالله بیان میشه. در قرآن عظیم الشان میخوانیم وقتی که نگاه کنیم بلند هر سوره نوشته این سوره مکیه، این سوره سوره مدنیه. فرق سوره مکی و مدنی یعنی چی؟ چرا سوره ها بعضی مکی میگن و بعضی مدنی میگن؟ به طور خلاصه و فشرده این باید متوجه باشیم. بعضی انسان ها میگن سوره‌ای که در مکه نازل شد این میگن مکی، سوره‌ای که در مدینه نازل شد این مدنی. خب سوالی پیش میاد بعضی سوره های با وسط راه مکه شریف و مدینه شریف نازل شده، اور چی بگیم؟ سوره هایی که نی در مکه نازل شده نی در مدینه در وسط راه نازل شده، آیاتی که نی در مکه نی در مدینه در وسط راه نازل شده مثلا. پس قاعده کلی مد نظر بگیریم، هر سوره که قبل از هجرت نازل شده باشه. هنوز پیامبر صلی الله علیه و آله که هجرت نکردن، 13 سال که در مکه بودن، 10 سال در مدینه بودن، مجموعاً میشه 23 سال. قرآن به 23 سال نازل شده. حالا 13 سالی که در مکه بودن هنوز هجرت نکرده بودن، سوره های قبل از هجرت اینها مکیه به هر جا که باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر در طائف بودن، اگر در مکه بودن، اگر در بیرون از مکه بودن، به هر جایی که بوده باشن قبل از هجرت، هر سوره و هر آیه که نازل شده باشه این سوره و این آیه سوره مکی و آیه مکی میگن. اگر بعد از هجرت نازل شده باشه این باز میگن سوره مدنی، هر جا که میخواه باشه. و تا حتی اگر بعد از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه باشند و آیه نازل شده باشه این سوره مدنیه. پس قاعده کلی هر سوره‌ای که قبل از هجرت نازل شد مکی و بعد از هجرت نازل شد مدنی هست. وقتی ما و شما گفتیم قرآن به تدریج نازل شد، آیه نازل شد، این حکمت تدریجی نزول قرآن چی هست؟ حکمت تدریجی که آیه بالاخره سوره نازل شد. آمد کل قرآن در لوح محفوظ، کل قرآن از لوح محفوظ آمد با آسمان دنیا، اما از آسمان دنیا به تدریج نازل میشه. همین حکمت از این چیه؟ حکمت از این خود قرآن بیان میکنه. از خود قرآن میپرسیم که ای قرآن همین حکمت چی بود که به تدریج نازل شدی؟ این آیه اشاره میکنه و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزیلا. الله سبحانه تعالی میفرماید قرآن یا این کتاب قرآنی است که آن را جدا جدا فرستادیم، آیه فرستادیم، سوره فرستادیم. به خاطر چی؟ تا آن را به تدریج و آرامی چه کار بشه؟ به مردم بخوانی. به یک دم اگری قرآن نازل بشد خیلی بر مردم سنگین بود. میبینیم تحریم شراب، باز با آیات میخوانیم به چند مرحله، آیاتی که بالاخره ارتباط به مسائل گوناگونیه، ارتباط به جهاد. اول به تدریج، وقتی که به یک طبیب مراجعه کنیم اول رأساً دوای زور و دوای قویر نمیده، اول یک دوا میده که ببینیم امیده که بالاخره این مریض خوب بشه. توان و طاقت این دوای زور نداره. اگر رأساً یک آمپول قوی کار بشه وجود این انسان در مقابل این آمپول استقامت نداره. این حکمت به نزول تدریجی قرآنه، تا اینکه تو ای پیامبر آرام و به آرامش برای چی؟ به این مردم بخوانی. علی مکث و نزلناه تنزیلا، به آرامش این قرآن خوانده بشه. پس این حکمت نزول تدریجی قرآن عظیم الشان. ترتیب جمع قرآن عظیم الشان، ترتیب نزولی و مصحفی که بیان کردیم، حالا ترتیب جمع آوری قرآن یا جمع قرآن که قرآن عظیم الشان چگونه جمع شده.
چند مرحله داره؟ 4 مرحله داره. ترتیب جمع قرآن 4 مرحله داره. مرحله اول قرآن جمع شد بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. قرآن بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم جمع شد، چون و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک. قرآن آمد بر قلب پیامبر صلی الله علیه وسلم. یک مرحله. مرحله دوم کتابت قرآن یا نوشتن قرآن در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به وسیله کاتبان وحی. وقتی که قرآن نازل می شد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دستور می دادن برای کاتبان وحی. چند نفر از صحابه مسئولیت داشتن که قرآن را بنویسن. وقتی که قرآن را نوشتن رسول اکرم می گفتن که این آیه بعد از فلان آیه و در فلان سوره بنویس، چون گفتیم آیه نازل می شد. بعضی وقت یک آیه از سوره بقره نازل می شد، بعضی وقت از جزء 28 یک آیه نازل می شد. پس در این قسمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دستور می دادن که این آیه بعد از فلان آیه و در فلان سوره چه کار بکن؟ بنویس. برای کاتبان وحی می گفتن. کاتبان وحی چی کسانی بودن؟ کاتبان وحی چی کسانی بودن؟ در روضة الاحباب آمده که کاتبان وحی 45 نفر بودن. 45 نفر کاتبان وحی بودن که مشهورترین از اونها به طور خلاصه و فشرده بیان میکنیم. کاتبان وحی 45 نفر که مشهورترین کاتبان وحی، اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، دوم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه، چهارم حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، پنجم حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه، پنجم عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، هفتم زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه، هشتم خالد ابن سعد یا خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه، نهم حنظلة ابن ربیع رضی الله تعالی عنه، دهم عبدالله ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه، یازدهم مغیرة ابن شعبه رضی الله تعالی عنه، دوازدهم عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه، سیزدهم حضرت معاویه ابن ابی سفیان رضی الله تعالی عنهما. به این واسطه این اشاره کردم و هر دو رضی الله عنهما گفتم که خیلی متوجه باشیم که رسانه های امروزی بعضی خصوصا رسانه های خارجی که از اهل بدعت و از اینها هست به حضرت معاویه رضی الله عنه و حضرت ابو سفیان خیلی تن میزنن. در این قسمت متوجه باشیم حضرت معاویه و حضرت ابو سفیان هر دو تا رضی الله تعالی عنهما. حضرت معاویه از جمله کاتبان وحی، از جمله کاتبان وحی حضرت معاویه می باشند. حضرت ابو سفیان خسر پیامبر صلی الله علیه وسلم هست. ام حبیبه دختر ابو سفیانه که از جمله ازواج مطهرات. حضرت معاویه به اصطلاح ما و شما که امروزی میگیم خسروری پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است. اما بدبختا نعوذ بالله من ذلک میگن این دوتا خائن بودن و خیانت کردن بر پیامبر و اینها. عجیبه و باید خیلی متوجه باشین. حضرت معاویه از جمله کاتبان وحی، فرزند حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنه. چهاردهم حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه. پانزدهم سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه و غیره. گفتیم کاتبان وحی 45 نفر بودن. 15 تا نام گرفتیم که اینها از جمله کاتبان وحی بودن. اگر پیامبر به ابو سفیان اعتماد نمی داشت، به حضرت معاویه اگر اعتماد نمی داشت، او کاتب وحی قرار نمی داد. پس معاویه ابن ابی سفیان از جمله کاتبان وحی شد. جمع‌آوری قرآن گفتیم اول بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، دوم به وسیله
کاتبان وحی. کاتبان وحی به روی چی منوشتن؟ در او وقت زمان به روی چی منوشتن؟ در روایات آماده. به روی سنگ می نوشتن، روی پست درخت می نوشتن، روی پستای حیوانات می نوشتن به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. مرحله سوم، گفتیم 4 مرحله داره. مرحله سوم جمع قرآن در زمان حضرت ابوبکر صدیق به پیشنهاد حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما. بعد از جنگ اهل رده و مسیلمه کذاب در یمامه به تعداد 70 تن، بعضی 70 تن گفتن، بعضی 700 تن گفتن، از حافظان قرآن شهید شدند. در جنگ رده و مسیلمه کذاب و یا در جنگ یمامه 700 تن حافظ قرآن و بعضی آمده 70 تن حافظ قرآن شهید شدن. بشه وقتی که حافظ قرآن شهید بشه، خب چیز واضحه که قرآنی هم جمع نشده بود. قرآن ها جز سوره بالاخره در روی سنگ و پست درخت و در روی پست حیوانات و اینها تحریر شده بود. خب هر پیش یک صحابه 2 جز بود، پیش یک 4 جز بود، پیش یک 5 جز بود از لحاظ کتبی، اما در سینه های اکثریت صحابه قرآن عظیم الشان بود، حافظ قرآن بودن که میبینیم در یک جنگ 700 حافظ قرآن شهید میشه. حضرت عمر آمدن به حضرت ابوبکر صدیق پیشنهاد کردن که بگیر قرآن رو جمع کن، همه 30 جز رو جمع کن، در یک مصحف قرار بده تا این که مبادا در یک جنگ دیگه حافظا قرآن هم شهید بشن، باز ما دوچار مشکل بشیم. حالی که قرآن جمع‌آوری بشه حافظا قرآن از بر میخوانن و ما میدانیم که کل قرآن جمع شده یا نشده. اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قبول نکردن، گفتن چگونه کاری بکنم که رسول الله نکردن. ببینیم چقدر متوجه بودن. رسول الله 30 جز قرآن به یک جا جمع نکردن، چگونه کاری بکنن؟ حضرت ابوبکر صدیق پیشنهاد میکنه، حضرت عمر به حضرت ابوبکر صدیق پیشنهاد میکنن، خدای تبارک و تعالی در این قضیه سینه حضرت ابوبکر صدیق را به اصطلاح باز میکنه و دل حضرت ابوبکر صدیق را به این حرکت و این عمل کار نیک و خیر متوجه میسازه. حضرت ابوبکر صدیق هم قبول میکنن. حضرت ابوبکر صدیق زید ابن ثابت که یکی از کاتبان وحی این صدا میکنن و برای از این دستور میدن که تو باید کل قرآن جمع کنی، بگردی به هر خانه ای که 1 جز 2 جز 10 جز اینا رو جمع کن و بالاخره یک مصحف و یک قرآن 30 جزی بیار دست ما تحویل بدی. زید ابن ثابت میگه به خدا قسم یاد میکنه، اگر بر من گفته میشد که چه کار بکن، این کوه را از جایش بردار و ببر به جای کوه دیگر و او کوه را بیار به جای دیگر، یعنی همین قدر که این کوه سخته، اگر چنین کاری به من گفته میشد من بهترتر شاید که قبول میکردم و استقبال میکردم از این کار که چقدر سخته که این کلام پروردگار را من جز سوره از این خانه بالاخره جمع بشه. ما و شما حال فوراً 30 جز رو می‌داریم و میخوانیم و تلاوت میکنیم، این به چی مشکلاتی جمع میشه، با چی مشکلاتی به ما میرسه. زید ابن ثابت این وظیفه میگه اگرچه خیلی سخته، خیلی دشواره، باز هم قبول میکنه و خلاصه قرآن عظیم الشان جمع میشه. این جمع میکنه میاره به دست حضرت ابوبکر صدیق میده. این در دارالخلافه به دست حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق که از دنیا تشریف میبرن، بعدن این به دست حضرت عمر فاروق قرار میگیره. حضرت عمر فاروق وقتی که از دنیا تشریف میبرن، این قرآن به دست حضرت حفصه قرار میگیره که دختر حضرت عمرن، که حضرت حفصه از جمله ازواج مطهراتن. این مصحف و این قرآن به دست حضرت حفصه. حضرت عمر وقتی از دنیا تشریف میبرن، حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه اینها به مسئولیت خلافت به دوش میگیرن. در زمان خلافت حضرت عمر فتوحات زیاد شده بود. ایران در زمان حضرت عمر فتح میشه. ببینیم چقدر دین اسلام گسترش پیدا کرد. اسلام تا افغانستان میآیه، تا پاکستان، تا سرحدات روسیه و از یک طرف دیگه تا سرحدات اروپا. خلاصه اسلام گسترش پیدا میکنه.
اسلام رفت به اروپا، اسلام رفت به روسیه، اسلام آمد به افغانستان، اسلام رفت به پاکستان، اسلام گسترش پیدا کرد. بعداً حضرت حذیفه بن یمان نزد حضرت عثمان می آید. حضرت حذیفه بن یمان یکی از کاتبان وحی می آید نزد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، از اختلافات بین مسلمان ها که درباره روایات مختلف پیدا شده بحث میکنه. چون حالی دیگه، چون قرآن عظیم الشان 7 قرائت و بالاخره قرائت های گوناگونی داره، قرائت های مختلفه و روایت های مختلفه داره، بین مسلمان ها بحث شد. یکی یک روایت تایید میکنه، یکی یک روایت تایید میکنه. این خبر به حضرت عثمان که رسید، حضرت عثمان به دنبال همان نسخه‌ای که به دست حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها بود روان کردن و او را گرفتن. همین که میگن جامع قرآن حضرت عثمانه. در اصل جمع قرآن در زمان حضرت ابوبکر صدیق شد، ولی یک نسخه بود. حضرت عثمان دنبال همان نسخه روان میکنن، از روی از او 7 نسخه برداشته میشه. وقتی 7 نسخه برداشته شد به زبان قریش به 7 شهر مشهور روان میکنن. همین قرآنی که پیش ما و شمانه همین قرآنه که از روی از این 7 نسخه برداشته شد روان کردن. یک نسخه در مکه مکرمه، یک نسخه در شام، یک نسخه در یمن، یک نسخه در بحرین، یک نسخه در بصره و کوفه و یک هم در مدینه منوره در دارالخلافه گذاشتن. این 7 نسخه برداشته شد و به این 7 شهر روان شد. بعداً در عهد و یا در زمان عبدالملک ابن مروان حجاج ابن یوسف که حاکم عراق بود، این قرآن نقطه گذاری میشه، اعراب گذاری میشه. قرآن اعراب نداشت، فتحه و ضمه و کسره نداشت. این در زمان حجاج ابن یوسف چکار میشه؟ نقطه گذاری و اعراب گذاری میشه. تا به امروز هم همین قرآنه که الله سبحانه و تعالی میفرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن را نازل کردیم و از این قرآن هم حفاظت میکنیم. هیچ کس نتوانسته فتحه قرآن را به کسره و ضمه قرآن را به فتحه و فتحه قرآن را به کسره بدل کنه. هیچ کس نتوانسته یک قاف قرآن را به غین تبدیل کنه. هیچ کس نتوانسته سین قرآن را صاد بسازه و هیچ کس نتوانسته صاد قرآن را ثی بسازه. چرا نتوانسته؟ چون حافظ و نگهدار قرآن رب العالمین هست. این جمع قرآن که گفتیم 4 مرحله داره. یک مرتبه در قلب پیامبر صلی الله علیه وسلم، مرحله دوم به وسیله کاتبان وحی که در روی سنگ ها و اینها تحریر میشد و روی پست ها و اینها، و مرحله سوم جمع قرآن در زمان حضرت ابوبکر صدیق به پیشنهاد حضرت عمر فاروق و همچنین در زمان خلافت حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنهم اجمعین. روش ترجمه و تفسیر قرآن عظیم الشان. قرآن عظیم الشان چگونه باید ترجمه بشه، چگونه تفسیر بشه. قرآن عظیم الشان وقتی که ما میگیم قرآن ترجمه میکنیم باید خوب متوجه باشیم. هر کس قرآن را تفسیر کرده. امروز هم در شهر ما و شما خیلی قرآنای و تفاسیر زیادیه، خیلی باید متوجه باشیم. تفسیرهای زیادی هست، اما این باید بدانیم که خوارج به خود قرآن تفسیر کردن، معتزله قرآن را تفسیر کردن، اهل بدعت قرآن را تفسیر کردن، روافض قرآن را تفسیر کردن و غیره و غیره. هر فرقی آمده به نام اسلام قرآن را تفسیر بکرده. اما ما باید بدانیم که ترجمه و تفسیر اهل سنت و جماعت چگونه هست. تفسیر کردن اهل سنت و جماعت چگونه هست؟ آیا هر کس قرآن را میتونه به خود تفسیر کنه؟ آیا هر کس میتونه بالاخره به رأی خود قرآن را تفسیر کنه؟ نخیر. روشی که انشاءالله ما و شما قرآن را تفسیر میکنیم بر روش بزرگان اهل سنت و جماعت و اینها هست. چگونه؟ اول وقتی که ما قرآن عظیم الشان اهل سنت و جماعت
قرآن را تفسیر میکنن، اول معنای قرآن از روی خود قرآن جستجو بشه. یعنی چی؟ یعنی تفسیر القرآن بالقرآن. تفسیر قرآن را از خود قرآن باید ما بپرسیم، از خود قرآن. چگونه؟ مثلا در سوره حمد ما و شما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ای الله چه کار بکن؟ ما رو هدایت کن به راه راست. راه راست کدام راهه؟ صراط الذین انعمت علیهم، راهی که برای اونها نعمت دادی. حالا ما نمیفهمیم که چی کسانی برای اینا نعمت داده شد، چی کسانی نعمت داده شد. در جزء 5 در سوره نساء پس قرآن برای ما این آیه تفسیر میکنه. امی صراط الذین انعمت علیهم این تفسیر میکنه. این میگن تفسیر القرآن بالقرآن. این چگونه تفسیر میکنه؟ اینه که انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. راهی او کسانی که برای از اونا نعمت داده شده، اونا کیاین؟ شهداین، صدیقینن، صالحینن. ادامه هم میگه اولئک حسن رفیقا، اینا بهترین رفیقا هستند، اینا بهترین دوستا و بهترین عزیزانی هستند. این میگن تفسیر القرآن بالقرآن. این میگن تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی اول ما که آیه تفسیر میکنیم از قرآن جستجو میکنیم. دوم تفسیر قرآن به وسیله احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. یعنی چی؟ یعنی تفسیر القرآن بالاحادیث المرفوعه، به احادیثی که اونها احادیث مرفوعه، نه به احادیث ضعیفه، بلکه به احادیثی که اونها مرفوعه. به او احادیث ما آیه چه کار میکنیم؟ تفسیر میکنیم. مثلا در قرآن آمده که اقیم الصلاة، شما نماز رو برپا دارید. حالا نیامده که نماز صبح 4 رکعت، نماز ظهر 10 رکعت، نماز عصر 4 رکعت، نماز مغرب 5 رکعت، نماز عشا 9 رکعت. در قرآن این بحثی نماده. وقتی ما میگیم اقیم الصلاة، نماز رو برپا دارید، قرآن هم این اشاره میکنه. این میریم به سراغ احادیث، احادیثی که باز به ما میگه که این نماز رو که برپا داریم شبانه روز 5 وقت نمازه، یعنی به این طریق و به این روش. اگر آیه بود که این قرآن امور تفسیر نکرد، احادیث مرفوعه امور تفسیر نکرد، تفسیر قرآن به وسیله اقوال صحابه و تابعین. این مراجعه میکنیم به چی؟ به ابن عباس، مراجعه میکنیم به ابن مسعود، مراجعه میکنیم به دیگه مفسرینی که از جمله صحابه و تابعین بودن. پس تفسیر قرآن اگر به قرآن نبود، تفسیر قرآن اگر به احادیث مرفوعه نشد، تفسیر از او مرحله سوم به وسیله اقوال صحابه به اقوال تابعین هست. مرحله چهارم تفسیر قرآن دانستن به زبان عربی هست. یعنی چی؟ یعنی آشنایی به قواعد زبان عربی. یک مفسر باید آشنا باشه، مرفوع و منصوب و مجرور و مضاف و مضاف الیه و موصول و صله و موصول و بدل و مبدل منه و بالآخر اینها رو بدانه، بفهمه کجا مضاف میشه، کجا مضاف الیه، کجا مرفوعه، کجا منصوبه، کجا مجروره. این قواعد رو باید بفهمه و بدانه تا اینکه نشه که به جای مرفوع لفظ منصوب رو بیاره، جایی که رفع به کار نصب بده، جایی که نصب به کار رفع بده، جایی که رفع به کار جر بده. اینها باید که یک مفسر خوب آشنا باشه با چی؟ با زبان عربی و اینها. کسی که قرآن رو تفسیر میکنه، باید به 14 علم آشنا باشه. یک نکته باید متوجه باشیم، یک مفسر داریم، یک ناقل داریم. مفسرها را حالا معرفی میکنیم که مفسرها کیا هستند. حالا وقتی که
من اینجا نشستم و برای شما قرآن عظیم الشان ان شاء الله به توفیق الله سبحانه و تعالی وقتی تفسیر بشه، من نمیشه که بگم من مفسرم، من یک ناقلم، نقل میکنم، تفاسیر برمیدارم، از داخل تفاسیر نگاه میکنم، میام به شما میگم. تفاسیر و مفسرها باید بشناسیم. اگر من امروز خلاصه از رو 10 تفسیر بردارم یک تفسیری بنویسم، من مفسر اصلی و حقیقی نشدم. مفسر اصلی و حقیقی صحابه و بالاخره پیامبر و صحابه و تابعین و بزرگان دین و اینها قرآن عظیم الشان تفسیر کردن و برای ما بیان کردن. چهارم تفسیر کبیر که از امام فخرالدین رازی، نام اصلی مفاتیح الغیب بوده که مشهور به کبیر شده، متوفای سال 606 هجری قمریه. این افتخار برای ما و شمانه که امام فخر رازی در شهر ما و شما خوابیده هست. در این شهر هرات زیارت امام فخر رازی و ما و شما آیا تا به حال از تفسیر کبیر امام فخر رازی آیا آگاهی داشتیم که این بزرگوارا شخصیت هایی که عمر خود را زحمت کشیدن. تفسیر البحر المحیط از ابو حیان غرناطی اندلسی که متوفای سال 754 هجری قمریه که از تفاسیر معتمده. ششم احکام القرآن للجصاص از امام ابوبکر جصاص رازی، از بزرگترین فقهای احناف. امام جصاص از بزرگترین فقهای احناف که متوفای سال 370 هجری قمریه. تفسیر الدر المنثور از علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه که نام کامل آن الدر المنثور فی تفسیر بالمأثور، متوفای سال 910 هجری قمریه. تفسیر مظهری از علامه قاضی ثناء الله پانیپتی که نام تفسیر خود را به نام استاد طریقت خود گذاشتند که استاد طریقت این بزرگوار میرزا مظهرجان جانان دهلویه که در قرن 13 متوفای 1225 هجری قمری. ببینیم حال اشخاص پیدا شده میگه صوفی یعنی چی؟ صوفی، تصوف، پیر، مرید. مفسرای بزرگ ما بیعت داشتن، مفسرای بزرگ ما مرید بودن، مفسرای بزرگ ما در راه تصوف روان بودن. اما امروز یک عده پیدا شده از تصوف دوکان تیار کرده، نام تصوف بد میکنه. یک عده هم پیدا شده تصوف و بزرگان رد میکنه. این بدبختیه. هر دو گروه بدبخته. گروهی که تصوف به خود دوکان تیار کرده از نام تصوف سوء استفاده میکنه، این هم رده. و گروه بدبختی که صوفی و تصوف و عرفان واقعی هم رد میکنه، این هم بدبخته. صاحب تفسیر مظهری چنان ارادتی به پیر خدا را که نام پیر نام میرزا مظهرجان جانان دهلوی بوده، تفسیر به نام پیر خو میگذار. تفسیر مظهری که از تفاسیر بسیار معتمده. نهم تفسیر روح المعانی که نام کامل روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی که این بزرگوار هم در قرن 13 متوفای 1270 هجری قمری. اما یک نکته باید متوجه باشیم که اگر در لابلای این تفاسیر، چون کسی باز از این حرف ما حالا خیلی شرایط حساس شده، دشمن فوراً نکته میگیره، اگر از لابلای این تفاسیر حرفی بود که با اصل قرآن و احادیث گوهربار صلی الله علیه و سلم مطابقت نداشت، ما نمیپذیریم. تفاسیر معتمده، اما اینها بشرن، معصوم نیان. شاید یک جای یک سهوی، یک اشتباهی، یک ضعیفی، یک لغزش شده باشه. شاید از پیش او کسی که تایپ میکنه چیزی مانده باشه، کسی که او جمع کرده. در این قسمت وقتی که ما میگیم این تفاسیر معتمده، باز دشمن از یک استفاده نکنه که این یک گوشی از یک قول ضعیفی داره، شما چرا این معتمد گفتید؟ غیر
غیر از قرآن که کتابیه که لا ریب فیه، در قرآن هیچ شکی نیه، اما اصح الکتب بعد از کتاب الله که بخاریه احادیث ضعیفه شاید داشته باشه. در این قسمت باید متوجه باشیم. تفسیر روح المعانی، تفسیر کشف الاسرار خواجه انصار قدس الله سره العزیز که خواجه انصار هم متوفای 481 هجری باید که متوجه باشیم اینها تفاسیر معتمد و دیگر و غیره تفاسیر معتمده. تفاسیر معتمد بیان کردیم و حالا این باید بدانیم که هر مفسر روش خاص خود را در تفسیر داره. هر مفسر روش خاص خود در تفسیر داره. یک مثالی بیان میکنم که مفسرین هر مفسری از قرآن برداشت داره، برداشت خود را بیان میکنه. مثالی همه ما داخل این مسجد آمدیم، داخل این مسجد داخل شدیم. وقتی که از این مسجد بیرون میشیم از ما پرسان میکنن که شما که به نماز جمعه در مسجد جامع خواجه عبدالله انصاری بودید چگونه مسجد جامعه؟ یک برادر ذوقی و با همی پنکه ها بوده، میگه خیلی پنکه های خوبی بود. یک برادر ذوق از او در گروپه، یک برادر ذوقی و در همی ستیجه، یک برادر ذوقی و در میکه، یک برادر ذوقی و در ستونهای، یک برادر ذوقی و در بالآخره و غیره در کلیره. هر برادر وقتی بیرون میشه یک نوع برداشت بیان میکنه، همون ذوقی که داشته بیان میکنه. تعریف برادری که ذوق پنکر داره تعریف پنکر میکنه، بسیار پنکهای خوبی بود. برادری که بالآخره ذوق برگر داره برق خوبی میگه بود. برادری که ذوق ستیجر داره ذوق بالآخره ایر بیان میکنه. هر کس بنا به ذوق خود. مفسرین هم این مفسرینی که بیان شد اینها که به داخل قرآن داخل میشن هر کدام ذوقی دارن، هر کس ذوقی داره. مفسرینی که داخل قرآن داخل میشن و از این قرآن مسائل استخراج میکنن و بالآخر مسائل بیرون میکنن، هر کدام بر روش ذوق خود قرآن عظیم الشأن بیان کردن که ما باید وقتی هر رشته‌ای که لازم داریم با همون تفسیر مراجعه کنیم. مثلا واقعات تاریخی اگر بخوایم ما بیشتر تحقیق کنیم باید به تفسیر ابن جریر مراجعه کنیم. تفسیر ابن جریر ذوقی و تاریخ بیشتر بوده، تاریخ بیشتر بیان کرده. اگر بخوایم که اسناد و روایات ما راویان بیشتر بشناسیم باز در جریان اسناد و روایات به ابن کثیر مراجعه کنیم. ابن کثیر در این عرصه بیشتر معلومات میده. اگر مسائل فقهی خصوصا مسئله فقهی مذهب حضرت امام مالک رحمت الله علیه به چی مراجعه بشه؟ به تفسیر قرطبی مراجعه بشه. مباحث عقلی و کلامی و فلسفه به خاطر که اعتقادات و باورهای اهل باطل رد بشه، ما این که استدلال قوی داشته باشیم در مقابل اعتقاد و باورهای اهل باطل، به چی مراجعه کنیم؟ به تفسیر کبیر امام فخر رازی مراجعه بشه. این ذوق امام فخر رازیه، چون در عصر و زمان از او اهل بدعت و بالآخر اهل باطل و اینها زیاد بودن، او با اونها مبارزه میکرد. و خلاصه اگر در بخش لغات و ترکیب قاعده نحوی در اینها دوست داریم به بلاغت و اینها مراجعه بشه، به تفسیر البحر المحیط باید که مراجعه بشه. پس این روش های مفسرین و اینها، مثلا در بخش احکام فقهی حنیفی ها که ما و شما مذهب از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داریم، در بخش مسئله فقهی مراجعه بشه به احکام القرآن امام جساس رحمت الله علیه که مسائل فقهی خوب دقیق بیان میکنن.
در بخش تصوف و عرفان کسی ذوق عرفانی داره، ذوق تصوف داره، مراجعه کنه به تفسیر کشف الاسرار و یا تفسیر ادبی و عرفانی خواجه انصار قدس الله سره العزیز و غیره مفسرانی که نمیشه که نامهای یکایک از تفاسیر و مفسرین و اینها بیان کنیم. این بود معرفی مفسرین و معرفی تفاسیر معتمد. حالا رمز و رموز قرآن، باید به رمز و رموز قرآن آشنا بشیم. خدا کنه که امروز به اعوذ بالله و بسم الله برسیم. رمز و رموز قرآن عظیم و شان. قرآن را مطالعه میکنیم. خیلی از برادرها و خواهران این سوال کردن، آیات می آید بلند، فوق آیه چیه؟ جیمیه، تاییه، لامیه، ساتیه، قافیه، همینا چیه؟ باید به رموز قرآن، اینا رموز قرآن، رمز قرآن، باید به اینها آشنا بشیم. به خاطر که ما به جملات عربی آشنا نیم، عجم آشنا نیه دیگه به جملات عربی، خصوصا عوام آشنا نیه، بزرگان زحمت کشیدن تا این که انسان وقتی که قرآن تلاوت میکنه کجا بسته و کجا وقف کنه، این رمز و رموز را آوردن. این رمز و رموز برای کسانی که به معانی قرآن و به عربی آشنایی ندارن به این واسطه استاد بشود. در کجا استاد بشود، کجا جواز داره، کجا وقف مطلقه، در این قسمت. حالا ببینیم در سوره آل عمران، در ابتدای سوره آل عمران آیه مبارکه و ما یعلم تأویله الا الله. الا الله در اینجا تا داره، مطلق باید انسان بسته، استاد بشه. اگر در همین جا استاد نشه، بعضی از علما فرمودن تا حتی نماز فاسد میشه. اگر کسی قصدن همین جا استاد نشه و تکرار بکنه، نعوذ بالله من ذلک، بیم کفر. بخاطر چی؟ و ما یعلم تأویله الا الله، غیر از الله هیچ کس نمیدانه، تأویل کرده نمیتونه آیات متشابهات. و ما یعلم تأویله الا الله، بعد اینجا استاد بشه، هیچ کس نمیدانه غیر از الله. ادامه که اگر بخوانیم استاد نشین ور راسخونه، یعنی نعوذ بالله ایتا میشه که هیچ کس نمیدانه، فقط خدا میفهمه و علما میفهمن. میگه علما در چی؟ در برنامه خدا شریک ساختن. اینجا نعوذ بالله خیلی کار خطرناک میشه. پس باید رمز و رموز قرآن ما متوجه بشیم. سریعتر میگذارم. جاهایی که تا آمده، تا که بسیار خوردی، ضعیف، تا آمده، تا مخفف از وقف مطلقه که باید بستکیم، همین تا مخفف از مطلقه. جیم مخفف از جائزه، یعنی هر جایی که جیمی بود جائزه بستیم، نستکیم من مشکلی نداره، جایی که جیم بود مشکل نداره. ز مخفف از مجوزه، وقف جائز، ولی وقف نکردن بهترتره. صاد مخفف از وقف مرخصه، یعنی سخن تمام نشده، نفس سخته، آیر میخوانیم ولی جایی که ساته چکاره، چون جمله طویل بوده، تنفس لازمه، نفس کشیدن لازمه، پس انسان باید از سر آیه بگیره و از سر جمله شروع کنه. میم مخفف از وقف لازمه، یعنی اینجا واجبه که انسان بسته. لا اشاریه، لا تقف، لا مخفف از لا تقفه، یعنی اینجا نستک، در این آیه که لا داره تیر بشو. مع مخفف از معانقه که در یک آیه دو جا تکرار میشه. مثلا در یک آیه آمده ذلك مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل، هر دو جا مع آمده، یعنی معانقه. در اینجی در یک جا انسان بسته ذلك مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل، یک جا را تیر بشه، یا این که در اول وقف بشه در اخیر عبور کنه. سکته به شکل وقف، نفس قطع نمیشه. مثلا کل بل روانه، کل بل روانه، مکس میشه ولی نفس چکاره؟ باید کشیده نشه و نفس قطع نشه. بل روانه در این قسمت خوانده میشه. اگر وصل بشه در اینجا سوء تفاهم در معنا پیدا میشه.
وقفه قدری در جایی که نوشته وقفه قدری بیشتر از سکته که توقف میشه، مشروط بر این که نفس قطع نشه. قاف در آیات می آیه. انشاءالله که این جلسه ما همه ما به قرآن آشنا بگردانه. دیگه گپار گفتیم از همین منبر. همین برادر ما مولا جمال الدین که همین کسیتار ثبت میکنه میگه 280 و چند هفته تا حال ما ثبت دارم. هر چی که بگیم بس شد. سیاست های پوچ، سیاست هایی که هیچی نه معنا داره نه مفهوم داره. پس هر چی کوبیدیم، هر چی گفتیم، گوش های پنبه زده و بالاخره غفلت نشد که یک پنبه هم از گوش بیرون. بیم راه و چاره اساسی همینه که ما با قرآن آشنا بشیم. وقتی با قرآن آشنا شدیم کل مشکلات محل میشه. قاف مخفف از قیل علیه الوقفه. یعنی چی؟ یعنی وقتی قاف آمد بعضی گفتن جایزه، بعضی گفتن ناجایزه. اگر کسی عبور کنه از این آیه مشکلی نداره. قف در عربی امر، یعنی استاد شو. آمد قف یعنی استاد شو سر این آیه. سل مخفف از قد یوسلویه که بعضی گفتن که وصل خوانده بشه، یعنی وصل خواندن بهترتره، اگر استاد هم شد مشکلی نداره. وقف النبی صلی الله علیه و سلم با توجه بر روایات مستند و صحیح که آمده، جایی که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم وقف کردن در اونجی نوشته وقف النبی، اونجی وقف لازمه و ضروریه. ای بود رمز و رموز قرآن، رمز و رموز قرآن که انشاءالله آشنا شدیم. تاریخ حفظ قرآن عظیم الشان، تاریخ حفظ قرآن عظیم الشان به تدریج نازل می شد. اولین کسی که قرآن را حفظ کرد خود رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم. جبرئیل علیه السلام هر رمضان می آمد از پیامبر صلی الله علیه وسلم قرآن را گوش می کرد. در سال اخیر جبرئیل می خوانه، پیامبر صلی الله علیه وسلم سامیان و یک مرتبه جبرئیل که خوان رسول الله سامی و مرتبه دوم پیامبر صلی الله علیه وسلم می خوانن و جبرئیل با سامیه. چقدر واقعا چی حالتی و چی عزیزایی که به مسجد النبوی صلی الله علیه وسلم رفتن، جایی که رسول الله نماز بخوانن و جبرئیل گوش کنه و جبرئیل بخوانه رسول الله صلی الله علیه وسلم، که خدای تبارک و تعالی او سرزمین مبارک نصیب همه ما و شما بگردانه. علاوه از پیامبر صلی الله علیه وسلم که حافظ قرآن بودن، خلفای راشدین حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی اینا حافظ قرآن بودن. حضرت طلحه، سعد ابن مسعود، حذیفه ابن یمان، ابن عباس و غیره و صحابه زیاد حافظ قرآن بودن. از زنهایی که حافظ قرآن بودن حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه طیبه طاهره رضی الله تعالی عنها حافظ قرآن بودن. حضرت حفصه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها حافظ قرآن بودن. ام سلمه از ازواج مطهرات اینها رضوان الله علیهم اجمعین اینها حافظ قرآن بودن. به طور خلاصه این حافظای قرآن بودن. چاپ قرآن عظیم الشان، قرآن عظیم الشان چی وقت چاپ میشه؟ چون گفتیم که به زمان حضرت ابوبکر صدیق یک نسخه جمع میشه، به زمان حضرت عثمان ذوالنورین 7 نسخه بهره برداری میشه، یعنی از روی یک نسخه 7 نسخه نوشتن، تحریر کردن. چاپ قرآن عظیم الشان، این قرآن که حال چاپه به دست ما آماده. چاپ قبل از ایجاد صنعت چاپ گفتیم که تحریر قرآن به دست صورت می گرفت، به دست نوشته می شد، نویسندگان مخصوصی داشت. پس از اختراع صنعت چاپ، بعد از اینکه صنعت چاپ آمد، اولین مرحله به کجا چاپ شد؟ اولین مرحله که قرآن چاپ شد در اروپا، در شهر هامبورگ قرآن عظیم الشان چاپ میشه که سال 1113 هجری قمریه، که هنوز همون نسخه که چاپ شده بود در دارالکتب مصر موجوده. از این نسخه چند نسخه دیگه چاپ شد و مالک اسلامی رفت، اما پذیرفته نشد. بعضی مشکلات داشت و بالاخره اولین مرحله بود، این پذیرفته نشد. بعداً تا اینکه اولین مسلمان به نام عثمان در روسیه
ببینیم خداوند دین خود از کجا تقویه میکنه. اولین مسلمان در روسیه چه کار میکنه؟ قرآن رو چاپ میکنه. قرآن عظیم الشان چاپ میشه در سال 1787 میلادی. قرآن عظیم الشان در روسیه به دست شخصی به نام عثمان چاپ میشه. بعداً در سال 1818 میلادی در تهران چاپ میشه. در تهران چاپ میشه. باز این جایی که در ذهن نیایه که در تهران وقتی میگیم ایران از این تاریخ تخمین 18 میلادی بوده، حال 2000 چند میلادیه؟ 12 یا 13؟ 2012 میلادیه. وقتی از 2012 18 کم کنیم چقدر میشه؟ تخمین نزدیک 200 سال. یعنی دقیق که حساب کنیم 194 سال قبل بود. 194 سال که باز ایت در ذهن نیایه که ایران شاید در همین عرصه حکومت ها و نظام های 194 سال پیش بوده. خلاصه این که از اولین چاپ در اروپا، خلاصه همینه، اولین چاپ در اروپا 320 سال پیش اولین چاپ بوده. در روسیه به دست یک مسلمان 225 سال قبل چاپ شده. در تهران که پایتخت ایران باشه 194 سال قبل قرآن عظیم الشان چاپ شد. ویژگی های آیات مکی و مدنی. گفتیم که سوره های مکی و مدنی قبل از هجرت آیاتی که نازل میشه و سوره هایی که نازل میشه اونها مکیه، بعد از هجرت مدنیه که در ابتدای درس توضیح داده شد. اما علما و مفسرین با تحقیق و پژوهشی که در سوره های مکی و مدنی کردن خصوصیات ذکر کردن. سوره های مکی و مدنی از خصوصیات داره. اولین خصوصیات سوره مکی چیه؟ قرآن عظیم الشان وقت تلاوت کنیم شما میفهمیم که دو سوره مکیه کدام سوره مدنیه. سوره های مکی چی خصوصیاتی داره؟ هر سوره‌ای که لفظ کلا داشت، لفظ کلا. سوره الهاکم التکاثر رو چند نفر سوره حفظ داره؟ استغفر بالا کنن. ماشاءالله همه حفظ داریم ماشاءالله. در این سوره آمد کلا چیه؟ کلا لو تعلمون. سوره بعدی هم واسه کلا داره، کلا لو تعلمون. حالا شما فهمیدیم که تا به حال متوجه نبودیم، سوره رو حفظ داشتیم، آیا این سوره مکیه یا مدنی؟ هر سوره‌ای که کلا داشت سوره مکیه. هر سوره از سور قرآن که کلا داشته باشه این سوره مکیه. کلا لینبذن فی الحطمه. سوره بعدی سوره ویل لکل که سوره همزه. هر کدام این حفظ داریم، هر که کلا داره این متوجهیم که این سوره چیه؟ سوره مکیه. یک نکته دیگر متوجه باشید، در 15 جزء اول هیچ کلا نیه. در 15 جزء اول کلا اصلا نیه. در کل قرآن عظیم الشان در 33 سوره کلا آمده و این سوره ها هم از جزء 15 به اون طرف رو به اخیر قرآن میره. یعنی در 15 جزء اخیر قرآن سوره ها کلا داره. چقدر ما با قرآن آشنا میشیم؟ با مجردی که از بر بخوانیم کلا میفهمیم سوره مکیه. 15 جزء اول کلا نداره. در چند سوره کلا آمده؟ در 33 سوره کلا آمده. خصوصیات دوم اینه که هر سوره‌ای که در آن مطابق مسلک امام ابو حنیفه و حنیفیا آیت سجده باشه. مطابق به مسلک امام ابو حنیفه و حنیفیا آیت سجده باشه او سوره مکیه. سوم به جز از سوره بقره، این در حافظه خوب بگیریم، غیر از سوره بقره، در سوره بقره بحث حضرت آدم علیه السلام هست. غیر از سوره بقره در هر سوره که بحث حضرت آدم علیه السلام و بحث شیطان که میایه که گفتگوی حضرت آدم با شیطان که از بهشت بالاخره بیرون میشن او بحث میایه، او سوره مکیه. مثلا سوره اعراف، سوره که بحث حضرت آدم علیه السلامه، جریان
وساوس شیطانه. حالا ما مقبول میفهمیم که این سوره اعراف سوره چیه؟ سوره مکیه. سوره مکیه. چهارم هر آیه که لفظ یا ایها الناس بود، یا ایها الناس بود، هر آیه سوره نه، هر آیه‌ای که به لفظ یا ایها الناس یا هر سوره‌ای که ابتداءش به یا ایها الناس آغاز بشه، او چیه؟ او آیه و او سوره از سوره ها و آیات مکیه. پنجم هر آیه که بحث توحید داشته باشه، از ذات اقدس الهی، از صفات، از ذات، از اینها بحث بکنه و از بت و بت پرستی انزجار و نفرت خور نشان بده. او آیه چیه؟ او آیه آیات مکیه، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه بودن. به او 13 سال هر آیه که نازل میشد بحث توحید و اینها بود. این خصوصیات مکی. خصوصیات مدنی هر سوره‌ای که دستور به جهاد و احکام داشته باشه، هر آیه و هر سوره‌ای که بحث جهاد و بحث احکام بیایه، او آیه و او سوره مدنی هست. هر آیه‌ای که شروع بشه به لفظ یا ایها الذین آمنو، این سوره و این آیه چیه؟ مدنیه. آیات مکی اکثرا کوتاه، آیات مکی اکثرا کوتاه و آیات مدنی آیات طویله. یک آیه طویل که شما در قرآن عظیم الشان دیدیم، او آیه مدنیه. آیات مکی کوتاه. شما ببینید چقدر کوتاه. یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقتی در قرآن نگاه کنیم باید این سوره از سوره های مکی باشه، چون آیات کوتاه داره. چهارم آیاتی که بحث از قوانین خانوادگی مطرح میکنه، بحث خانواده و اینها مطرح میشه، این آیات مدنی هست. پنجم آیاتی که ارتباط به منافقین و نفاق داره، آیات مدنیه، چون منافقین و نفاق در مدینه ظهور کردن. سوال اینجا پیش میآید که چرا روش قرآن اینقدر در مکه تا مدینه فرق داشت؟ روش آیات در مکه تا مدینه چرا اینقدر فرق داشت؟ ایر باید بدانیم جوابی اینه که در مکه مکرمه بت و بت پرستی بود، مسلمان ها حکومت نداشتن، مسلمان ها به اقلیت بودن. قرآن عظیم الشان سر عقیده و باورها و اعتقادها کار کرد. 13 سال سر توحید کار شد تا اینکه آماده شدن. در مدینه که آمدن، در اونجا بت پرستی نبود. در مدینه منوره حکومت اسلامی تشکیل یافت و همچنین مسلمان ها زیاد شدن، دارای قوت و بازو و اینها قرار گرفتن. آداب تلاوت قرآن عظیم الشان را خلاصه میگم تا ای که به سر اعوذ بالله و بسم الله برسیم. بحث ما آیات وقتی که میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آداب انشاءالله رعایت بشه. ساعتم یک شده، انشاءالله آداب در جلسه بعدی میگذاریم که آداب در هفته آینده که بیان بشه که انشاءالله بیشتر در ذهن و در فکر و اینها بمانه. امیدواریم سروران عزیز و بزرگوار که همه ما، ای الله از تو میخوایم همه ما با قرآن آشنا بگردیم. وقتی با قرآن آشنا شدیم، عزت، سرفرازی، سربلندی، تعالی، ترقی، پیشرفت، تمدن، امنیت، صلح، صفا، صمیمیت میآید در زندگی ما و در کشور ما. اگر ما با قرآن آشنا نبودیم به مشکلات زیادی گرفتار میشیم. یقینا از ساعت 2:30 که حال الان 1 شده، یقین بدانیم که شما با الله معامله کردید. این ساعت و ثانیه هدر نرفته. این ساعت و ثانیه از پیشگاه الله غایب نمیشه، از دفتر الله پاک نمیشه. بناهن همه ما با درس قرآن عاشقانه شرکت کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جمع صحابه نشسته بودن. صحابه عرض کردن، گفتن یا رسول الله از ایمان ما هم ایمان قوی تری پیدا میشه؟ گفتن بله پیدا میشه. گفتن ایمان انبیاء؟ گفتن اونا سر جاخ، اونا مقام و منزلت. نخیر، دیگرها هستن. گفتن شهدا، صالحین، صدیقین؟ گفتن نخیر. صحابه گفتن یا رسول الله چی کسی ایمان از ایمان ما قوی تره؟ چی کسیه؟ گفتن کسیه که مر نمیبینه و قبول میکنه. انشاءالله 5 دقیقه از 1 تیر
تا 1:15 که وقت اقامه نماز انشاءالله برادر عزیز ما قطب الدین جان صوفی زاده یک غزل زمزمه میکنن و دیگه برادرای موظفین هم وظیفه دارن قرآنایی که جمع نشده قرآنات جمع آوری بشه.